ای پیامبر، بر همسران خودت و بر دخترانت و بر سایر زنان مؤمن بگو. اینی حکم زنانه است، حکم مردانه نیست. چرا نگفته که با بچه‌هایتان بگو و دیگه مردان بگو؟ چون اینی ضرورت مربوط به مردان است، این حکم مربوط به مردان نمیشه. خب چی کنن اینا؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، جلابیب را بالای خود بزن. جلابیب هم لباس کلان عربا رو میگه که کل وجودش میپوشونه. خب چرا؟ ذالک ادنا ان یعرفن، این آسان ترین راه است که شناخته شود. منظور از شناخت چیست؟ چیش مثلا اگه دختر حجاب بکنم و کامل میفهم که نامش فاطمه است، مثلا بنت محمد علی میشناسیمش؟ نه، منظور چی؟ شناخت چی مطرح هست اینجا؟ شناخت فکر، شخصیت و دینداریش. دقت کنید. خب الله تبارک و تعالی میخواد شخصیت زن مؤمن حفظ شود. پس حکم حجاب آیا به خاطر از که زنا بعد الله متعال نه، برعکس. الله متعال بر اساس کمال رحمت و علمی که داره به خاطر منفعت زنها گفته حجاب بکنین.